سلام، شما خوبین؟ خانم الناز بندانداز رو مشاهده میکنید فارغ التحصیل از دانشگاه آکسفورد یاگوزا که در حال اپیل مرغ شاسی بلنده. الناز بندانداز شغلش کارواش و سیفشویی با مواد نانویی که بعد از اپیل مرغا رو ارسال میکنه بمبئی برای رمزون بددندون. رمزون بددندون هم ابتدا با داس اسلایس زنگ زده دست زنزان که دستش حکم نشیمنم داره در جوار نازنین ناخونای پای عزیزش پیاز و فلفل خورد میکنه. چون فلفلا رو از سر کمربندی خریده حتما باید کمربندش رو توش فلفلی کنه. الان کمربندش خلاک دعواه. رمزون بددندون با یه بشقاب جت سمنان و فلفلای سر کمربندی با آب آفتابه تاریخ مصرف گذشته دستاشو تمیز میکنه و خمیر و کثیف. بعد تو استانبولی گسکاری قصبی که حکم دنبالانو داره که هر کی غذاشو بخوره تا 3 روز نماز نداره گاتشون بکنه. یعنی مصرف کننده یه جوری بواسیرش میزنه بیرون در میره که 8 نفر باید بگردن پیداش کنن. روغن ماساژ بازنشستی که حسابی با سوخت کود انسانی به نقطه جوش رسید، رمزون خمیرا رو توش گلیلیلیلیلی میکنه.